إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. با حمد و ثنای پروردگار و صلوات و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آرزوی موفقیت و قبولی عبادات و طاعاتمون به درگاه الله جل شأنه، از اونجایی که عمرمون و حیات و زندگیمون در این دنیا محدود و موقت و پایان پذیر است، برای هر مؤمن و مسلمان شایسته و بلکه لازم است با کمال دقت به زندگی خیش توجه و عنایت داشته باشد، چون در مورد عمر ما دو قضیه بسیار مهم و حساس وجود دارد. یکی این که همون گونه که همه یقین و باور داریم، همه انسان ها به این نکته باور دارن، حالا ممکنه به قضیه بعدی فقط مؤمنین باور داشته باشن و دیگران منکر باشن، اینکه روزی مرگ فرا خواهد رسید و زمان و لحظه فرا رسیدن مرگم و مردن برا ما مشخص نیست، دیر یا زود، این قطعی است. این همه انسان ها قبول دارن، هیچ انسانی نیست که این دیگه رو رد بکند، حتی اونی که ایمان به خدا و روز قیامت و هیچی نداره، اما این دیگه باور داره، چون میبیند همه انسان ها مقهورن، مغلوبن در برابر این امر و اراده پروردگار که یک روزی خواهند مرد و زمان مردن هم فقط الله جل شأنه میداند. قضیه دوم که ما که مؤمنیم و مسلمانیم و بدان ایمان و باور داریم، بعد از مرگ و بعد از مردن همه خلایق در انتظار روز قیامتن، در عالم برزخ همه در انتظار سرای دیگر و روزی دیگر که اون روز حساب رسیست، روز بررسیست، روز خوشبختی و یا بدبختی، روز این که کسانی به جهنم سرازیر می شوند و کسانی وارد بهشت می شوند. اگر این گونه هست، مؤمن و مسلمان قطعا و مسلما بایستی خیشتن رو آماده بکند و دچار غفلت نگردد. یکی از بدترین آفتها، بلاها، میدونید بدترین بلا و مصیبت و گرفتاری برای انسان مؤمن چیه؟ خیلی وقتا ما بلاها و گرفتاری ها رو در همین مسائل دنیوی و مادی میبینیم. درسته که ممکنه مصیبت باشه، اما مصیبت بزرگ که بمانند اون بلا و مصیبتی بر سر مؤمن نمیاد، غفلت از خداست و از قیامت.
این دیگه بدترین مصیبت است که انسان از خدای خودش و از روز قیامت غافل بشود و زندگی بکند به مانند کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند. این بدترین درد است، این خطرناکترین آفت و مصیبت و گرفتاری است که پیغمبر علیه السلام در ضمن دعایی که ادشون نقل شده ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبتمون گرفتاریمون رو در دینمون قرار نده. آن بدترین مصیبت است که انسان رو از پا در میاره و از بهش محرومش میکند. اینه که پروردگار بندگان خودش رو دعوت میفرماید که دچار غفلت نشن و فریب و گول دنیا و ابلیس نخورن. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ای مردم، وعده خدا حق است، بعد از مرگ حساب و کتاب است. این وعده حقی است. دنیا شما رو گول نده. اون غرور شیطان بسیار مکار فریبنده شما رو نفریبد، گولتون نزنه. مواظب خودتون باشید. لذا انسان عاقل، اون مؤمن عاقل، هوشیار و بیدار کسی است که آماده هست، هر لحظه آماده هست برای دیدار با خدا، برای اینکه در روز محشر وقتی در پیشگاه رب العالمین و پروردگار قرار میگیرد حساب او حساب آسانی باشد، با سربلندی و روسفیدی و با عزت با خدای خودش دیدار و ملاقات بکند. پس خودمون رو آماده بکنیم برای روز قیامت و روز حساب و داوری. اما چگونه خودمون رو آماده بکنیم؟ چگونه خودمون رو محاسبه بکنیم؟ چون در این دنیا هر کسی خودش رو آماده بکند، حسابرسی بکند، به زندگی خودش سر بزند، حساب فردای قیامت آسان است. اما اگر اینجا سرمون رو پایین بندازیم، هرچه انجام دادیم، هرچه خوردیم، هرچه گفتیم همینطوری بریم، فکر بکنیم دیگه کسی دنبالمون نیست، دیگه حساب و کتابی نیست، روز قیامت خیلی سخت و دشوار است. چون انسان بدون آمادگی است. مثل این میمونه به عنوان مثال، اگر بگن شما فلان روز امتحان دارید، هر امتحانی، چه اونایی که دانش آموزن، چه اونایی که یه وقتی رفتن برای گواهی نامه گرفتن، برای هر چیزی، برای کارت ملوانی، میگن فلان روز امتحانه. اگر خودت رو آماده نکنید، نخونید، برید سر جلسه، قبول میشید؟ قبول نمیشید. اگر ما آمادگی نداشته باشیم ممکنه انسان در روز قیامت مردود بشود و مردودی قیامت بی نهایت گرفتاری و بدبختی و حسرت دارد، چون دیگه راهی برای برگشت نیست، نمیتونید توبه بکنید و جبران بکنید. بیاییم همینجا خودمون رو محاسبه بکنیم، بررسی بکنیم. اونم ماه بسیار عظیم و ارزشمند است، ماه مبارک رمضان. چگونه خودمون رو وارسی و بررسی بکنیم؟ نگاه کنید، خداوند دین خودش رو در بایدها و نبایدها قرار داده. یه سری چیزا از ما خواسته و واجبه بر ما، بعضی چیزا بر ما حرام کرده، گفته نخیر. بیاییم در این دو مورد خودمون رو بررسی بکنیم. بررسی نه این که سالیانه، روزانه. هر روز مؤمن هوشیار و عاقل وقتی از پیغمبر علیه السلام سوال شد که هوشیارترین، عاقلترین مردمان کی هست، که عاقل تره؟ فرمودن اکثرهم للموت ذاکرا و احسنهم لما بعده استعدادا اولئک هم الاکیاس. کسانی که بیشتر یاد مرگ و مردن بکنن و به بهترین وجه برای بعد از مرگ که روز قیامت و قبل از اون عالم برزخ و قبر از خودشون آماده بکنن، آماده مردنن، آماده دیدار با خدایان، هر لحظه بمیرن خودشون آماده کردن. اینا عاقل ترین افرادن، اینا هوشیارترین و بهترین انسان ها هست. بیاییم خودمون آماده بکنیم. هر روز بالاخص قبل از خوابیدن 5 دقیقه وقتم نمیگیره عزیز من. چگونه ما برای کاروبار دنیامون
وقتی دنبال کاریم، دنبال شغلیم، کار میکنیم، بالاخص اگر با کسی شریکیم، هر روز دفتر رو باز میکنیم، حساب و کتاب و بنویس و به هم بزن، نه نیم ساعت بلکه 1 ساعت 2 ساعت به خاطر دنیامون ضرر نکنیم، گولمون نزنن، چقدر سود کردیم. و اگر انسان عاقل این کار نکنه بعد از 1 سال ورشکست میشه، بدبخت میشه، ضرر میکند. بایستی بررسی بکنیم حتی برای دنیا، کجا برای آخرت که دیگه راه برگشت نیست عزیز من. آدم پشیمون میشه اما سودی ندارد اون موقع. اما اینجا تا این لحظه ای که زنده ایم، پشیمانی، حسرت، ندامت، به خود اومدن، توبه کردن، التماس کردن، همه مفید است، سودمند است، به درد آدم میخورد. بیاییم هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال، بالاخص تو ماه مبارک رمضان هر سال خودمون رو بررسی بکنیم. این 1 سال گذشته از رمضان قبل تا به حال من چه کردم؟ در مورد نمازها من چند مطلب مهم رو بهتون میگم که همیشه بایستی بهش توجه داشته باشیم. اگر این چند مطلب مهم و بزرگ درست باشه در زندگی ما، روز قیامت سربلند رو سفیدیم. 1. نمازها بایستی هر روز و هر هفته و ماه و سال بررسی بکنیم. نمازو خوندیم، اول خوندنشه. اگر نخوندیم دچار گناه بسیار بزرگی شده ایم. بینمازی مساوی با کفر و شرک است. بینمازی و ترک نماز مساوی با کفر و شرک که نقش شده از اصحاب و یاران پیغمبر علیه السلام، که اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک هیچ واجبی رو کفر نمیدونستن جز نماز. اگر کسی نماز رو نمیخون از نظر اصحاب و یاران پیغمبر علیه السلام بی نماز دیگه کافر بود. و اولین عمل در روز محشر وقتی گرد هم می آییم و خداوند ما رو جمع میکنه که خداوند در مورد اون از ما سوال میکنه، نماز است. اولین عمل. پرونده رو وقتی باز میکنن، پروردگار دستور میدهد به فرشتگان که به نماز او نگاه بکنید. اگر نماز او صحیح و سالم و درسته، به اعمالمون، به باقی اعمالمون نگاه میشود و الا پروندهمون دور انداخته میشود. پرونده ی آدم بی نماز دور انداخته میشود. خداوند نظر نمیکنه به پرونده ی آدمی که بی نماز بوده. پس 1 نماز است. نماز خوندیم یا نه؟ اگر نخوندیم، گهگاهی نماز از ما فوت شده، بایستی دقت بکنیم، جبران بکنیم، توبه بکنیم، التماس بکنیم که ای پروردگارا دیگه من بی نمازی نمی کنم و از این به بعد نمازمون رو درست بخونیم، سنت ها رو فراوان بخونیم تا خداوند جبران بکند. اگر نماز خوندیم اما نمازمون با بیدقتی بوده، بد نماز خوندیم، ممکنه بد نماز بخونیم، سر وقت نخونیم، قضا شده، ترک جماعت کردیم در طول سال، ممکنه اکثر ایام و اکثر نمازها رو تو خونه خوندیم، تنبلی کردیم، بایستی توبه بکنیم. ترک نماز جماعت در دوران و عهد پیغمبر علیه السلام کسانی به مسجد نمی اومدن. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما میگه تنها کسانی ترک نماز جماعت میکردن که دیگه منافق بودن. برای همگان مشخص بود که این بنده خدا که به نماز جماعت نمیاد منافق است و منافقین جزو مؤمنین و مسلمانان نیستن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. میگه میدیدید مردانی بودن پیر، عاجز، 2 نفر زیر بغلشون گرفته بودن، کشان کشان اونها رو به مسجد می آوردن. ما جوونیم، سالمیم، تندرستیم، پا داریم، چشم داریم. پیغمبر علیه السلام مرد نابینایی خدمتشون اومد، گفت یا رسول خدا علیه السلام، من چشم ندارم، کسی نیست که عصای من رو بگیره و من رو به سوی مسجد بیاره. بر سر راه هم موذیات هستن، خار و خاشاک و سنگ و یه وقتی موذیست، ممکنه بچه سگی، خود سگ تو مسیرم باشه. آیا با همه این مسائل و مشکلات من کور نابینا حق دارم تو خونه خودم نماز بخونم؟ پیغمبر علیه السلام فرمودن آیا صدای اذان رو میشنوید؟ مرد گفت بله. فرمودن علیه السلام فعجب، من نمیتونم بهت اجازه بدم. چگونه یه مسلمان به خودش جرأت بدهد شب روز تو خونه نشسته سالم و تندرست، اما همینطوری
فیلم و تماشا میکند، دراز کشیده صحبت میکند با دوستا، تو خونه نشسته چند رکعتش سریع تو خونه نماز میخونه، مسجد نمیاد. جواب خدا رو چه خواهیم داد؟ این مسجد برای که آماده شده و بنا شده؟ حیف است که در روز قیامت کسانی که ثواب و اجر و پاداش عظیم اومدن به نماز جماعت دریافت میکنن که الله جل شأنه در روز قیامت صدا میزند که همسایگان من کجایند؟ سوال می شود ای رب العالمین اینا کیا هستن که دیگه همسایگان توی رب العالمینن؟ میفرماید الله جل شأنه اونهایی که مساجد رو آباد کرده بودن. ما کجاییم؟ هر قدمی که برمی دارید برات اجر و ثوابه، گناه از دوشت برداشته می شود. یه نماز تو خونه خدا 27 برابر نمازی است که تو خونه خودت بخونی، اجر و ثوابهای عظیم از دست نده. پس خودمونو در مورد نماز حتما پیر و جوون محاسبه بکنیم. نماز هامون چطور بوده؟ اگر میخوایم با سربلندی و روسفیدی با خدا ملاقات بکنیم بایستی با نماز باشیم، نماز درست، نه نماز بد، نه سریع خوندن، نه خارج از وقت. فویل للمصلین. ممکنه در روز قیامت نمازگزارانی باشن که خداوند سخت اونها رو مجازات بکند، نماز خوندن اما به خاطر بدنمازی و درست نماز نخوندن. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای به روزگار نمازگزاران، اون نمازگزارانی که در نماز خوندنشون سستی میکنن، تنبلی میکنن، سر وقت نمیخونن، سری میخونن، ترک جماعت میکنن، با رنگ و ریا میخونن، ذکر خدا در نماز نیست، سری رکوع سجود همینطوری تند و تیز، 4 رکعت در یک چشم هم زدن نماز خون، السلام علیکم تا بلند شد رفت. این نمازه؟ با خدا میخوایم بگیم خدایا ما با همین نماز عجولانمون تعظیمت میکنیم، تو رو دوست داریم، شکرت میکنیم، عبادتت میکنیم. این نمازه؟ دقت بکنیم عزیزان، ماه به خود اومدن است، ماه توبه هست، هنوز زنده ایم. هنوز اگر پشیمون بشیم پشیمونیمون سودمند است عزیز من. بالاخص جوون، دنیا تو رو گل نزند، هوای نفس و شیطان تو رو نفریبد. پس یک نماز است. 2 روزه های واجب رمضان خودمون رو بررسی بکنیم. روزه هامون رو گرفتیم، قضایی در گردنمون نیست، چطوری روزه میگیریم؟ درست روزه میگیریم یا نه؟ 3 اگر مال و ثروت دارید زکات مالت تا حالا دادید یا نه؟ اگر ندادید بایستی بدید. سوال بکنید از اهل علم. ممکنه یه نفر سالهای سال گذشته زکات مالشو نداده، سرمونو پایین بندازیم کسی هم ندونه؟ مگر ما میخوایم کسی بدونه؟ مگر ما میخوایم مردم بیان در خونمون بزنن که ای فلانی چرا نماز نمیخونی، چرا روزه نمیگیری، چرا زکات نمیدی؟ آدم مؤمن در درونش، قلبش، ایمانش به خدا و روز قیامت وی رو آرام نمی کند مگر اینکه درست اعمال خودش انجام بدهد. یکی از خصوصیات اصحاب و یاران پیغمبر علیه السلام همین بود. کسی دنبالشون نبود. اگر کوچکترین اشتباهی در زندگیشون صورت می گرفت آرام نمی گرفتن، قرار نمی گرفتن، ناراحت بودن، تا اینکه می اومدن خدمت پیغمبر علیه السلام می گفتن یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما مرتکب گناه شده ایم، اشتباه کرده ایم، ما رو پاک بکن. هر گناهی می کردن ما رو پاک بکن، بدبخت کردیم خودمون رو. ما شب و روز گناه، مگر دنبال اینیم که مردم بیان در خونمون، کسی بیاد بهمون بگه؟ مگر روز قیامت در انتظارمون نیست؟ مگر حساب و کتاب فردای قیامت از یاد برده ایم؟ زکات مالت دادید یا ندادید؟ که در روز قیامت اونهایی که مال دارن و ثروت دارن تو این دنیا و زکات مالشون رو ندادن فکر کردن کسی هم نمیدونه. خدا که میدونه. در روز قیامت این مال به اژدهایی تبدیل می شود، دور گردنش می شود و با نیش خودش لبهاش رو می گیرد، میگه من مالتم. و در جهنم همون مالش رو به تکه‌ای از آهن تبدیل می شود، در آتش جهنم داغش می کنن، سرخ می شود، بر پیشانی و پهلو و کمرش می گذارن، میگن این مالته، داغش می کنن. زکات مالمونو بدیم. اگر ما رو ثروت داریم، استطاعت داریم، حج خودت فراموش نکن. اینا رکنن. پس نماز، زکات، روزه و حج، همه ما رفتیم خونه یه نگاهی بکنیم، 5 دقیقه نظر بندازیم چطوری نماز خوندیم و نماز میخونیم، روزمون، زکاتمون و حجمون. اینا دقت بکنیم. بعد حقوق بندگان خدا، حقوق بندگان خدا مواظب باشید ما رو بدبخت و بیچاره نکنه. در روز قیامت
با حقوق بندگان خدا و با آزار و اذیت به این و ضایع کردن حق مردم محشور نشیم. زحماتمون و ثوابهای عظیمی که با خودمون بردیم همه از ما گرفته می شود. مگر نشنیدید که آدم مفلس بدبخت ورشکسته کیست؟ پیغمبر علیه السلام سوال فرمودن ای مردم میدونید که آدم مفلس ورشکسته کیه؟ صحابه گفتن مفلس کسیه که از مال دنیا هیچی نداره، همه چیزشو از دست داده، خونه و زندگی و مال و ثروت. پیغمبر فرمودن علیه السلام نخیر، مفلس حقیقی، بدبخت و بیچاره حقیقی از امت من کسیست که در روز قیامت میاد در پیشگاه رب العالمین نماز خونده، روزه گرفته، زکات داده، اما بدهکار مردم است، حق مردم رو ضایع کرده. یه نفر میاد میگه خدایا همین بنده تو که الان میخواهید حساب و کتاب از او بکشید به من دشنام میداد، حرف بد میزد. یکی میاد میگه همین بنده تو به من تهمت زشت زده بود تو دنیا، حقمو میخوام. یه نفر میاد میگه فلانی مالمو خورد، مالم گرفت و رفت بالا کشید، زمینم، ملکم، ثروتم نداد. یکی میاد میگه که نمیدونم زیر گوشم زد، زور داشت، من آدم ضعیفی بودم، باش صحبت میکردم زد زیر گوش من، خیلی دردم گرفت. یکی میاد میگه اینو منو کشته. خداوند دستور میده به فرشتگان که ثوابهاشو بردارید بدید به طلبکارا. فرشتگان اعلان میفرمایند که یا رب العزه ثوابهای او تموم شد اما هنوز بدهکار است. پروردگار دستور میدهند به فرشتگان که گناههای طلبکاران رو بردارید و بر دوشش بگذارید و اون وقت سرازیر دوزخ و جهنمش بکنید. مواظب حقوق بندگان خدا، حق پدر و مادر که بالاترین حق بعد از حق خدا و پیغمبر. مواظب باشیم، بلخص جوونیم، شیطان ما رو فریب نده، حق پدر و مادر رو ضایع نکنیم، اونها رو ناراحت و دلتنگ نکنیم. رضایت خدا در رضایت و خوشنودی پدر و مادر است. اگر بهشت میخوای، بهشت در کنار پدر و بالاخص مادر است. بهترین کسی که با او هم نشین میشوید، مینشینید، صحبت میکنید، به او هدیه میدید، به او کمک میکنید، شیرین اخلاقت رو خوش میکنید، پدر و مادر است. بعضی ها متاسفانه وقتی با دوستان و رفقا در گردش و تفریح و همنشینی میکنن چقدر اخلاقشون خوشه، میخندن، شوخی میکنن، اما همین که وقتی به پدر و مادر رسیدند و با پدر و مادر صحبت میکنن خشن، تند، بدرفتار. در حالی که پیغمبر علیه السلام وقتی مردی از او سوال کرد بهترین کسی که من میتونم با او همنشین باشم، چند لحظه‌ای بنشینم در کنارش، کیه در روی زمین؟ پیغمبر فرمودن علیه السلام مادرت هست. گفت دیگه کی؟ بازم فرمودن مادرت، بار سوم مادرت، بار چهارم پدرت. اینا بهترین سرمایه ها هستن. مردی اومد خدمت پیغمبر علیه السلام گفت که من میخوام برم جهاد بکنم، دنبال هجرت و جهادم، چون اجر و ثواب و پاداش و بهشت از خدا میخوام. پیغمبر فرمودن علیه السلام پدر و مادرت زنده ان؟ گفت بله هر دو زنده ان. فرمودن اگر دنبال هجرت و جهادید که ثواب گیرت بیاد، برو پیش پدر و مادرت، اونها باب هجرتن، اونها باب جهادن، اونها در بهشتن. یکی از علما پدر پیر خودشو از دست میده، میمیره پدرش در حالی که پیر بود، جا گرفته بود، گریه میکرد. بهش گفتن چرا دارید گریه میکنید؟ این که پیر بود، جا گرفته بود. گفت بله منم میدونم که پیر بود، اما پدرم در حالی که پیر بود و من خدمتش میکردم دری از درهای بهشت بود که خداوند تو خونه انبران باز کرده بود، اما این در از من گرفته شد. در بهشتن پدر و مادر. مواظب باشیم اگر ما بهشت میخوایم، ممکن نیست که با خشم و نارضایتی پدر و مادر ما به بهشت برسیم و خدا را از خودمون راضی بکنیم. حقوق بندگان خدا، همسایه هست، همسایه حق داره تا اونجایی که پیغمبر فرمودن علیه السلام والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. 3 بار فرمودن به خدا قسم ایمان ندارد. سوال کردن این کیه که بدبخت و بیچاره شد که ایمان نداره؟ فرمودن کسی که همسایه او از دست او، از زبان او، از آزار و اذیت او در امان نیست. مواظب همسایگانمون باشیم، مواظب خویشاوندانمون باشیم، مواظب فقرا و دردمندان باشیم. به کسی ظلم نکنیم، نه به ناموسشون، نه به مالشون و نه به جانشون. تهمت نزنیم، افترا نبندیم، دروغ نگیم، سوء ظن و بدگمانی نکنیم.
به همزنی نکنیم، نمامی نکنیم، مواظب حقوق بندگان خدا باشیم، به خودمون بر بگردیم. و آخرین نکته، مواظب باشیم که مرتکب محرمات نشیم، محرماتی که خیلیشون برمیگردد به حق و حقوق الله جل شأنه. بحث فحشا و زناست، مشروب خوریست. این دو تا قضیه در جوامع ما مسلمین دارد روز به روز بیشتر می شود. یکی مشروب خوری که جزو گناه های بزرگ است، که کسانی که معتاد بشوند به مشروب و خوردن مشروب، در جهنم خداوند در جزای مشروب خوری خونابه جهنمیان به اونها میدهد. جهنمیانی که عذاب میبینند و خونی از اونها خارج میشود، این خونابه نوشابه مشروب خورا میشود. و زناکاران که بدترین و زشترین راه رو در پیش گرفتن، که خداوند تهدید به جهنم کرده. و در بعد از مرگشون من این مورد رو اشاره بکنم، زنا کردن با ناموس مردم. پیغمبر علیه السلام فرمودن به من نشون داده شد کسانی بعد از مرگشون عذاب میدیدن. یک نوع عذاب به این صورت بود، به یه جایی رسیدیم داد و فریادی بلند میشد، به اونجا که نزدیک شدیم یه چیزی شبیه تنور بود، تنورهای قدیمی دیدی تو زمین گودال میکندن، آتشی بلند میشد و داد و فریاد. وقتی نگاه کردیم دیدیم که مردان و زنانی لخت و عریانن، آتش از پایین میاد، جیغ میزنن. سوال کردم اینا کیا هستن؟ بهم گفته شد اینا مردان و زنان زناکارن، هنوز قبل از اینکه قیامت بشود در قبرشون این گونه عذاب میبینن. پس مواظب باشیم عزیزان، خودمون رو محاسبه بکنیم، بررسی بکنیم. چون نمیخوام وقتتون خیلی بگیرم، یه چند دقیقه فقط خیلی کوتاه و مختصر اشاره به این مطلبم داشته باشم. سوال مطرح میشود چه بکنیم که بیدار باشیم، هوشیار باشیم، غافل نباشیم، خودمون رو محاسبه بکنیم. چه بکنیم؟ دو تا مطلب خیلی مهمه در این زمینه که ما دچار غفلت نشیم، شیطان ما رو گول نزنه، خدا و قیامت رو فراموش نکنیم. یکی یاد مرگ است. اکثروا ذکر هذه اللذات. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بسیار یاد اون چیزی بکنید که شهوتها و لذتها و هواهای نفس رو از بین میبرد، و اون مرگ است و مردن است که قطعا دیر یا زود، پیر یا جوون، سالم یا مریض، نگو من سالمم، نگو جوونم، چقدر به چشم خودت دیدید یا به گوشت حداقل شنیدید جوانانی که در اوج جوونی، در بهار زندگیشون ازدواج کرده، ازدواج نکرده، تازه ازدواج کرده، تازه عقد کرده، اما مرگ سراغش اومده و وی رو به کام خودش و قبر فرو برده است. پس نگو جوونم، نگو هنوز سن و سالی از من نگذشته. همه ما باید هر لحظه منتظر مرگ و مردن باشیم. بسیار یاد مردن بکنیم که دلها نرم میکند. بریم به قبرستان ها سری بزنیم، زیارت و دیدار از مردگان داشته باشیم. زمانی که کسی فوت میکند تشییع جنازه بکنیم، بریم بر لب قبر بایستیم و بنشینیم و نگاه بکنیم. لحظه ای که مرده رو از رونده بیرون میارن و وارد قبر و لحد تنگ و تاریک میکنن و سنگی رو میگذارند و خاک میریزن، بگو اگر من بودم جای این مرده آیا آمادگی داشتم برای اینکه سوال منکر و نکیر جواب بدم؟ آمادگی داشتم که در این قبر تنگ و تاریک تک و تنها باشم و دفنم بکنم یا نه؟ یاد مردن بکنیم. بریم پیش بیماران، دردمندان، گرفتاران بنشینیم تا شیطان ما رو مغرور نکند، گول نزند. پیغمبر فرمودن علیه السلام من میتونم از خدا بخوام که خداوند به شما نشون بده وقتی سر قبرها رفتید ببینید تو این قبرها چه میگذرد، اما اگر این کار میکردم شما نزدیک به قبرستان نمیرفتید و مردگانتون رو دفن نمیکردید از حول و وحشت و هراسی که میدیدید در قبرها. و فرمودن ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، من هیچ صحنه ای رو وحشتناکتر از صحنه قبر ندیدم. به پیغمبر علیه السلام در خواب و در شب اسراء و معراج بهشت، دوزخ، همه چیز نشون داده شد. فرمودن از همه وحشتناکتر قبر بود، تنگ و تاریک. اما اگر انسان مؤمن باشد، با خدا باشد، اهل نماز و روزه و صدقه و قلب پاک و اخلاق نیک باشد، اهل توبه و استغفار و ورد و ذکر قرآن باشد، دیگه قبر او قبر نیست. قبر مؤمن باغی از باغهای بهشت است.
روشن است، منور است، فراخ و گشاد است. خودمون رو آماده بکنیم برای یک چنین لحظه و یک چنین صحنه ای. و نکته دوم عزیزان من، آماده باشیم برای روز محشر، روزی که خلایق گرد هم می آیند، انس و جن و فرشته همه جمع می شوند. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون روزی که همه خلایق و بندگان خدا در پیشگاه احکم الحاکمین و رب العالمین جمع می شوند. نقل شده از عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که می فرمودند حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا و تزینوا للعرض الاکبر یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه. خودتون رو محاسبه بکنید، حساب کارتون رو بکنید قبل از اینکه روز قیامت شما رو مورد محاسبه قرار بدن. خودتون رو تو این دنیا وزن بکنید، چقدر وزن دارید پیش خداوند و پیش پروردگار قبل از اینکه در روز محشر در ترازوهای عدل الهی نهاده شوید. اعمالتون رو وزن بکنید، اخلاقتون و نمازتون و روزتون و زکاتتون رو وزن بکنید، بسنجید که در میزان خدا و در ترازوی عدل الهی چقدر وزن داریم و اعمالمون چه ارزشی دارد. و خودتون رو مزین بکنید، زینت بکنید برای روز قیامت و در اون عرضه بزرگ ما میخوایم به دیدار خدا بریم. زینت بکنیم خودمون رو. زینتمون میدونید چیه؟ آراستگیمون میدونید چیه؟ قلب پاک. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلبی که میتپد به خاطر خدا، محبت خدا و ترس از خدا و خوف خدا، توکل بر الله، امید به رحمت الله. قلبی که پاک است از بغض و کینه و حقد و حسد و کبر و خودبینی. صاحب این دل در روز قیامت سربلند است. خودمون آراسته بکنیم با جامعه تقوا و ترس از خدا و خدا رو در نظر گرفتن. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه. همین آیه برامون بسه. در روز قیامت عرضه می شوید اونجایی که هیچی نیست جز زمین محشر، نه سایه‌ای، نه ساختمانی، نه پول، نه پارتی، لباسی هم بر تنمون نیست. خلایق در ابتدا وقتی از قبرها بیرون میان لخت مادر زاین، حتی لباسی هم بر تنت نیست. تنها چیزی که میبینید اعمالته. به طرف راست نگاه میکنید اعمالته، اعمال نیکت، به طرف چپ نگاه میکنید اعمال بدت. سر رو بالا میارید جهنم جلوت رو میبینید، هیچی به دردت نمیخورد. لا تخفى منکم خافیه. در این دنیا اگر اسرار داریم، اگر در خلوت ها گناه میکنیم، اگر در رو میبندیم، اگر میگیم شب است، اگر میگیم کسی ما رو نمیبیند، اگر خدا رو در نظر نمیگیریم، در روز محشر دیگه هیچی نیست. نه پرده ایست، نه دری است، نه دیواری است. کجا انسان خودش رو قایم میکند؟ خداوندی که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور است. خداوندی که همه چیز رو، حتی اگر به گوشه چشم به نامحرم نگاه بکنید، بغل دستید نفهمه، الله میفهمد. اونچه که در سینه ها جا داده اید، اونچه که در دلت بود کسی نمیفهمید، خدا میداند. آیا برای آن روز نبایستی آدم خودش آماده بکند؟ آیا نبایستی در روز محشر و در پیشگاه رب العالمین رو سفید باشیم؟ خودمون آماده بکنیم عزیزان. دنیا سریع میگذرد، گول و فریب نخوریم. انشالله این رمضان تغییر و تحول در ما باشد که انشالله بعد از رمضان درست راهمون رو ادامه بدیم. شاید آخرین ماه مبارک رمضان باشه که تو زندگی ماست و بعد از این بمیریم و بریم. همیشه آماده باش. بگو من میخوام همیشه آماده باشم. چقدر زیباست اگر آماده باشید در لحظه مرگ و مردن با آرامش میروید، نه ترس دارید، نه هراس دارید. فرشتگان خدا به دادت میرسن. از خداوند بخواهیم، تمنا بکنیم، تقاضا بکنیم که پروردگار قلب‌هایمون رو منور به نور ایمان بکند و در این ماه عظیم عبادات و طاعاتمون رو به درگاه خویش قبول بفرمایند. در پایان جا داره من تشکر و تقدیر خاصی از دانشمند فرزانه و بزرگوار داشته باشم که این وقت رو در اختیار من گذاشتن. استاد بزرگوار جناب آقای شیخ محمد علی امینی که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن. شما عزیزان از محضر این عزیز و شیخ محمد صالح امینی استفاده بکنید. شب‌های رمضان درس‌هایی دارن شیخ، برید مسجد رو پر بکنید، استفاده بکنید از این شب‌ها، از این جلسات، از این کلاس‌های تفسیری که شیخ داره. مشکلات دارید برید سوال بکنید، فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دغدغه داشته باشیم، به فکر آخرتمون باشیم و مراجعه بکنیم به علما تا انشالله خداوند در فردای قیامت ما رو همراه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور بفرماید.
اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم جواد كريم برحمته وهو ارحم الراحمين.